بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نازل شده است. ابو بکر صدیق هم آدم کمبغل نبود، او چنان ثروتمند بود که خیالم اگر ثروتی او در این زمان ما میشه با او برابر میشه که کسی نبود. عمر فاروق هم کمبغل نبود، فاروق اعظم هم چنان ثروت داشت که اگر ثروت در این زمان ما میشه با او برابر میشدگی نبود. همه خیلی ثروتمندا اصحاب اسلام، حضرت عثمان ذوالنورین هم چنان ثروتمند بود که حتی با او اندازه در همون زمان وحشت مزدینی چاهای بدر خرید مسلمان هدیه داد. او قدر او ثروتمند بود. اگر خدا چی میگه فاما من اعطا، آن کسی که از مالش چی از مال خدا داری بخشش کند، عطا کند، دو کلمه کند، پرهیزگار باشه در برابر عطا کردن مالش و مردم کمبغل خودش پرهیزگار، خودش از خدا میترسد، به خاطر خدا میکند. خب بر روز آخرت ایمان داشته باشد، یعنی همین مردی که جوان مرد است جوان مردی میکند چیکار کند؟ بر روز آخرت ایمان داشته باشد. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. آخرت ایمان و تصدیق هم کنند و باور داشته باشند و با زودی خدا میگه راه آسان پیش پای او خواهیم گذاشت که چی؟ به سعادت ابدی رفته میرسد. خدا میگه با ثروت و پولی که ما شما داده، به همین ثروت ما دادگی شما جنت بخرید. رسول الله زمان صحابه ها را گفتن که چقدر مالی که داره بیاره در صحنه مدینه منوره بریزه، او را حساب میکنیم، یه عیده او را به شما اختار میتیم، یه عیدهش به کمبغلا و مستمندا. صدیق اکبر رضی الله عنه تمام ثروتش چیزی داشت آورد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم ریخت. حضرت عمر فاروق یه عیدهش ماند و یه عیدهش آورد. عثمان ذوالنورین، علی مرتضی، همه چنان مال بلند شد که مثل کوه. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق فریاد کرد. حضرت عمر هر چیز سالگی بودن گفت که عمر گفت چقدر این مال تا گفت آوردی به خاطر خدا، چقدر در خانه ماندی؟ گفت یا رسول الله یه عیدهش از عیده زیاد شد 95% او را آوردم نزد شما، 5% برای خوف گشنگی گرسنگی زن و کودکان در خانه ماندم. ماشاءالله گفتم خیلی تو جوانی به غیرتی. ابوبکر گفت بلند شو از جا. گفت ابوبکر خیز گفت چقدر مال آوردی، چقدر در خانت ماندی برای زن و فرزندان؟ ابوبکر گریان شد. گفت یا رسول الله، وقتی شما امر کرده گفت من تمامی ثروت به آوردم نزد شما برای خدا و در خانه خودم برای زن و فرزندم خدا و رسول خدا را کفایت کنم نکناشم. بس هیچ چیزی از مال دنیا در خانم نماندم، فقط خدا و رسول خدا را ماندم و کفا بالله شهیدا. برای ابوبکر خدا کفایت کننده است. بس حضرت ابوبکر عمر دیدی این جوان مرد دیدی؟ گفت حضرت عمر رضی الله عنه گفت یا ابوبکر، گفت نتوانستم که در هیچ عمل با تو مسابقه کنم. چقدر پیش قدم هستی در مسابقه یکم، در صدقه یکم، در جهاد یکم، در ارکه رسول الله تو، منبر بالای منبر رسول الله تو، رفیق غار تو. ای ابوبکر چه فضیلت داری؟ گفت مرا خدا از فوق آسمان ها گفت خدا اعلان کرد که رفیق تنهایی محمد تو باشی. یگانه کسی که خدا اعتبار کرد که رسول صلی الله علیه و سلم در او بسپاره ابوبکر صدیق است. بنابراین خداوند چی گفت؟ ابوبکر صدیق باید در برای رسول صلی الله علیه و سلم باشد. ما از ابوبکر صدیق هیچ خوف و خطر نداریم. رسول صلی الله علیه و سلم در امان است با واسطه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. حتی او حالتی که هجرت کردم از مکه مکرمه به طرف مدینه منوره، چندین با ابوبکر صدیق میگه یا رسول الله در این سفر خطی تو هستیم یا نیستم؟
میگه حالی معلوم نیست، حالی معلوم نیست که کدام شما را خدا انتخاب میکنه. ابوبکر است، عمر، عثمان، علی، کدام تا انتخاب میکنه در این سفر حالی معلوم نیست. شبی از شبها جبرائیل آمد، یک شب پیش از همین هجرت جبرائیل میگه یا رسول الله خدا به تو سلام گفت، بعد از سلام برنامه سفر هجرت برای شما معین کرد. اگر شما همین شب از خانتون نبرایید، همین شب شما را میکشم به خط میرسونم. گفت کی؟ گفت ابوجهل از 10 مملکت 11 12 مملکت بهترین شمشیرزنی رو جمع کرده، همین شب تو را تیکه و پارت میکنن اگر نبرایید. حتما هجرت کن، هجرت فرض شد. گفت کی ختم همراه بگیرم؟ گفت ابوبکر صدیق خدا رو همراهش میگیره. فردا گفت که ابوبکر صدیق با ما همراه میرود. صدیق اکبر چنان داد گفت که تا زارو شد در خواب دور آمده بود که من این سفر قدیم پیغمبر همراه است. پروردگار ما را در سفر آخرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و رسول الله همراه میگن. عاقبت کار ما را بخیر، ایمان و سلامت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اگر دعوت تو قبول کردن، تسلیم شدن، ایمان آوردن به خدا، پس واسطه چی؟ بگو که خداوند برای شما در یک شب روز 5 وقت نماز رو فرض نمود. اگر نماز قبول کردن، این کافرهای مسلمان شدن. وقتی نماز بعد ایمان بود قبول کردن، نمازم خواندن قبول کردن. اگر قبول کردن، پس زکات را برایشان فرض کن. نماز فرض است. خب اگر قبول نمودن، با آنها اعلام نمود که خدا بر شما چی رو؟ زکات را فرض کرده است. آسان اینا را به وضوع وضعی نکنه که اینو میگریزن. یکم کلمه شهادت گرداندن، مسلمان شدن، قینیش این بود بحر در آمدن. خب دیگر دامن بحر کیت هم هست و ماهی هم هست، هر چیزی هست، از درون دیگر باید نترسن. هر کی بگه لا اله الا الله محمد رسول الله دیگر بلا با باش میآید. بالای مسلمان بلاهای عظیم میآید. شما ببینید که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه چقدر عذاب کشیدن برای لا اله الا الله. حضرت بلال من چه کردم؟ چقدر ضرب بود. ابوبکر صدیق گفت ابوجهل گفت اتقتلون رجلا ان یقول لا اله الا الله. گفت که ابوجهل گفت مردی را میزنی که میگه که لا اله الا الله، مرا میگه میزنیش تو مرد. اینا درست؟ هر کی میگه لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان اگر عمیق شد بلا باش میاد، بلا آمدنش سببی رفتن جنتش میشه. جنت هم که نمیتونه مسلمان را ببره. جنت خیلی بلندی های بلند دارش، چخری های چخور دارد، عذاب و مشقت ها دارد. همین چیزا سزاوار میشه و بنده را چی جنت ببره. اگر ایمان قبول کردن، نماز قبول کردن، پس چی؟ بگو همون خدایی که بر شما ایمان فرض کرد، نماز فرض کرد، پس زکات اموال هم چی؟ فرض نمود. خب از ثروتمندان گرفتن و بر بینوایان تقسیم می شود. بعد میان بپرسن زکاتش چیه؟ میگه زکات همین خیلی چیزی است که از بای مال میگیریم در کمبغالان میتیم. انا میره زکات میدم. حاضر زکات بیزنس شدنی است. رمضان بود زکات میتیم. مردک مرا زنگ میزنه یا داملای دیگر زنگ میزنه، سلام علیکم داملا، ما زکات میتیم الحمدلله خدا مرا زکات کرده است. میشه که همین زکات در خواهر کمبغال دارم میتیم. بدبخت چرا خواهر کمبغال تا پیش رو میبیاری؟ نفقه خواهر تو برای تو فرض است. آخر خواهر در چیرکی مال میتیم؟ نه، چیرکی مال در خواهر نته، از همون لبی مال بر بوده شرکی ایده او را، او هم حق داره که از لبی مال برادرش بخوره. شرک زکات چیرکی مال، چیرکی مال در مستحقش بده. بعد میگه که با این خیلی تو میتیم خیلی یزدان در بته میشه نداری بغیر همیدی کسی دیگه را بده. یزدان دم که باشه خواهر از مال بده قطعی یزدان جانت بخره، زکات بر آدم بیگانه بده، مستحق باشه، کمبغل باشه، مسکین باشه، بیچاره باشه، نیازمند باشه، بعد او بده.
اصل زکات همین است که مال از ثروتمند گرفته شود، ستانده شود، زکات شود چه همون نصابش و بر بینوایان چه تحصیل کرده شود. چنانچه اطاعت و قبول نمودن، خب زنهار بر شما لازم است در حفظ اموال نفس آنها مراقبت نمایید. از دعای مظلوم بترس، زیرا در بین دعای مظلوم و خدا حجاب بر نیست. بعد گفت که معاذ ابن جبل که اگر بایها ثروتمندا همون اهل کتاب اینا قبول کردن، گفتن ما شما زکات میتیم ایمو بگیره در کمبغالا بگی، اگر اینا قبول کردن انا مال و ثروت آنها در چی حفظ شما می شود. شما باید همین را خالصانه و مخلصانه معاذ ابن جبل و مستحقش تقسیم کنید، غدر نکنید، مراقب باش. گفت دیگر یکی از دعای مظلوم اتق دعوة المظلوم فانه لیس بینه و بین الله حجاب. ای معاذ ابن جبل خود از دعای مظلوم نگه دار، زیرا که در یمن مظلوم زیاد است. اگرچه اهل کتاب هم باشند، کافر هم که باشند، مظلوم هستند، از دعای آنها نگاه بدار که اونا چی تیری نشان رسه دارند، زیرا بین مظلوم فانه لیس بینه و بین الله حجاب، بین خدا و بین مظلوم حجاب و پرده وجود ندارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند خدای متعال مال را به کسی عطا فرماید و زکاتش را ندهد، در روز قیامت آن را به صورت مار در می آورد، به دور گردنش می پیچد، سر و دمش را در زیر شانهش قرار می دهد، می گوید من همان طلا و جواهرات تو هستم که زکاتش را نداده ای. ببین رسول الله صلی الله علیه وسلم بگه عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا اقرأ له زبيبان. این رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث گفتند است این معلومش که ذنبی خطر دارد. صادقترین انسان سخن گفتند است در هر کسی خدای متعال اگر مال را عطا فرماید زکاتش را ندهند، مثل قارون، مثل بعضی ثروتمندای هستند که زکات نمیدهند. حتی اگر از زکات صحبت کردی خفه میشود، علیاذ بالله میگه زکات چی است. من یک برادر خیلی زمین داشت، در باب عشر زمین من صحبت کردم. او برادر یک شخصیت است که خیلی علما دوستدار هم هست، خودش مسلمان هم هست، بعضی عالم های کلان هم دعوت میکنند، بعد زمین بسیار دارد. همین بیده کاری بیده شد درام کرد، یکم بیده از یک گیتر 200 پریس، یکم درام، دویم درام 180 پریس. چند تا گرفتی؟ 200 تا. یک کس از 100 تا گرفتی 10 تا باید اشور زمین رو داری. همه خیلی مفهم موندم نمیشه. چند وقت باز یک شخصی دیگر میگذاره میگه برادر اشر زمین ده، میگه اشرش چیه با همین مرده اشرش چیه با، میگه و پیش به چند تا دمنه میگذاره نگاه تاش نگفتن که اشر بوده اشرش چیه. ما ملاقی زمین دستادیم، ما پول آب دستادیم، دارو را خریسادیم، نمی چیکار کردی سادیم، اشرش چیه با. حالا همین مرده باید از خدا میترسید، زیرا که یکم دراو کرد همین خیلی مانده و باران در بالاش زد، چنان خاکستر شد که گرفته نتونست. اشرش چه؟ انمین است اشر. خدا نیخیلی برانش. ببین حاضر نگاه میکنم پریسور را یکم دراو، دویم دراو، سوم و چهارم و پنجم دراو خریده، ولی بیده دهیه درک نداره. سوم و چهارم دراوش خریدگی یکم دادگی، باید همین پریسور را دراو کنه گیره بره. برده در یک جا ذخیرش کرده است، حالی با می تیراماد 50 سومه که نهت نیست بفروشه، حالا که 30 سومه در تیراماد 50 سومه با معنی این که اینجا ذخیره کنه باید قیمت کرد. رسول الله لعنت کرد کسی را که بازار امت قیمت میکند. اگر مقصد این تاجر
قیمت کردن مال در بازار مسلمان ها باشد، از این مال نه برکت می‌یابد نه فیض می‌یابد. تاجر ضرر می‌بینند، زیاد ضرر می‌بینند. اینا بازم ولی هم بعضی ها بسیار به تشویشانه این کار کردن، لیکن از اینی که بعضی برادرای ما کردن خدا رحمتشان کنند، لیکن به اون نرسیدن، در نکاح ماندن، مردن، رفتن. 1000 پریز، 2000 پریز، 3000 پریز آوردن، خزینه کردن برای فروختن تیرما قیمت بفروشند که به اونجا نرسیدن. همین کار نویسن انسان‌ها رفتن رفتن. پریسا ماند. بعد دیگه میخرد. چرا دور میری بنده خدا؟ رزق ازلی است.